این عادت یهود است. شما اون گزیده را خوانده اید که از مردم لرناباد یک مرد با دختری خودش نزدیکی کرد، از او فرزند شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که جاگاه ها یکجایی است. این پیغمبر خدا سخنش به حکمت نیست. من شما را گویم وقتی که درس میخونم نعوذ بالله خدا نشان متا یا یهودی به خواهر خودش میرسه، نعوذ بالله. خواهرش میگه ای برادر قوای تو از قوای پدرم دم زیاد بوده. میگه راست گفتی، این گپ مادر من گفته بود. که شما خوب بینید او بدبخت هم به خواهرش میرسد هم به مادرش، اون مرد هم به زن خودش میرسد هم به دخترش. وگرنه از کجا میدونه قوای پدرش زیاد است یا قوای مادرش؟ آره همون چی ماست که این نصیحت های پیغمبر خدا است که 10 سالش جاگه او را جدا کنه. ما کودکامون 17 و 18 ساله میشه یا با نمیگیم نماز بخوان، بعد از 20 سالگی و 21 سالگی کجا که ما رو میگیره. وقتی ما